در شهر راولپیندی پاکستان بعد برخورد طرفداران یک روحانی مقیم کانادا با پلیس چاره‌های ایلاوگی امنیتی قبول شدند. مقامات پاکستانی با اشاره به نگرانی‌های امنیتی به هواپیمایی که طاهر القدری را به اسلام آباد انتقال داده بود اجازت فرود ندادند و هواپیما بالاخره در شهر لاهور به زمین نشست. این روحانی با نفوذ از کانادا به پاکستان رفته است تا ائتلاف سیاسی مخالفین حکومت را رهبری کند. در ولایت بانوی پاکستان باشد برنامه آذوقه سازمان ملل متحد تقسیم غذا به مردم بیخانه و در را که از جنگ‌ها در شمال وزیرستان فرار کرده اند آغاز نمود. طبق اطلاع رسمی تخمیناً 400,000 ساکن مناطق شمال و غربی پاکستان در ولایت همسایه بانو پناهگاه یافتند. هفته گذشته در شمال وزیرستان نیروهای پاکستانی بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی عملیات نظامی راه اندازی نمودند. دادستان کل افغانستان محمد اسحاق الکا میگوید اداره‌اش آماده است اتهام تقلب در انتخابات را ارزیابی کند. در یک صحبت با خبرنگاران در شهر کابل، الکا ابراز داشت که بحث‌های انتخاباتی باید به طور آسایشته حل و فصل شوند. در این بین رئیس کمیسیه مستقل ناظر انتخابات افغانستان که با طرفگیری از نامزد اشرف غنی متهم می شود از وظیفه‌اش به استعفا رفت. عبدالله رقیب اشرف غنی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان گفته است که او هیچ گونه نتیجه گیری کمیسیه انتخاباتی را اعتراف نخواهد کرد و شمارش آوازها را باید سازمان ملل متحد تحت نظارت گیرد. در بلاروس فعال شناخته حقوق بشر الیس بیالیاتسکی که پیش از مهلت از زندان رها شده است میگوید او حمایت از حقوق بشر را ادامه خواهد داد. در ملاقات با طرفدارانش در شهر مینسک، بیالیاتسکی 51 ساله رهبر مرکز دیدبان حقوق بشر با نام ویاسنا گفت او هیچ تصمیم ندارد که به خارج هجرت نماید. بیالیاتسکی 21 ایون از محبس رها شده به مینسک برگشت. او را در وокزال راه آهن پایتخت بلاروس همسرش ناتالیا پینچوک و گروه از هوادارانش پیشواز داشتند. در جنوب روسیه کوهکن‌های نفقه‌گیر به نشان اعتراض 130 کیلومتر راه را در بین شهرهای زویری و ورستو طی نمودند. آنها تقاضا دارند که حکومت محلی بعضی امتیازهای از بین برده‌اش را برقرار کند. اعتراضگران امید دارند که در شهر رستو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات خواهند کرد.